من از خردی این کسب آموزگاری را بسیار دوست می داشتم چون که همه بزرگان دستپروران آموزگاران هستند، شاگردان آموزگاران هستند. بنابراین من کسب آموزگاری را خردی دوست می داشتم و این پیشه رو انتخاب کردم. مکتب مثلا من کسب آموزگاری را دوست می دارم. معلم شدن مثلا عشق آموزگاری در دل من است. منبع درآمد مثلا برای پیش بردن روزگار زندگی مثلا به درآمد هم نمی شود، لیکن این پیشه کسب دوست داشته من است. تنها با یک معاش آموزگاری بردن روزگار مثلا اویلای ما اویلای وزنین است 3 کلینه در خانه مثلا با یک معاش آموزگاری تنها ما زندگی را پیش بردن نمیتونیم. برای همین از زمین نزدی حولگی استفاده میبریم. هر سال از زمین از حولگی تا 2 حاصل میگیریم. مثلا بعدی کارتوشکا با جگوری میکنیم یا یگون خربزه میکنم تربوز میکنم هاگارودا ما زمان استفاده میبریم. نمیرسه موشی اون. خیلی فرزندو کار میکنن، مردکم کار میکنن. در زندگی یکم کمبودی نداریم. همه چیز میرسه. کسب آموزگاری را دوست میدارم. هیچ وقت برای من مشکلی نداره. کودکان را دوست میدارم. کسب آموزگاری را دوست میدارم. هیچ وقت برای من مشکلی نمیکنه. Apşonuma tam cedroz kaç özmeyi pişone. Tamam. ما با همین خیلی فرزند میتونم که بشینم فرزند منی بکنم. من میگه خیلی زندگی مجبورم کردم کار کستم خیلی چکو کنم دیگه. مشکله یکم میرم درس نمیام عصبم مرام نیست صنف یک دارم با میام بویرم میگیرم بو خیرم میبینم بو خیر پریژوت میکنم زیق میشم خیلی بو چکو کنم بو ای پی نمی کوشش میکنم یکش ما یکم کار بگیرم خیلی بوی قطیم گه نمی قطیم سوی دیگه ایبدا یکم کار نمیبره که خیلی مثال مرا دستگیری کنه مرا یک کار کنه یاردم کنه من پیشم را میشینه خیلی راه میگه که با گپش میگیرم که قطیم باشینه که همین بیرون میرن نرواده خیلی همین میگیریم همین ازیر نرخ نوار ختم میدونین همین چخیل همه قیمتی شده همین قمی شوه که همین چنین پرودکت تموم میشوه همین دیگه خیلی مو یگون سترویکا یگون چی دیگه کدمون نمیتونیم موی را پینسش فقط با خود چگویا میگیریم با میخریم موندگی شوه نمی آموزگاری فقط با همین خوردنمون میشه و همین پرودکتمون میشه با پراگی میرسه با خودم خیلی میشه شگرو همین اموادا میرسه شگرو نخت نه که خیلی با میشه که نشید خیلی گلاکو کلونشتن با قرض میگیریم با آتش با بتنوی معاش با دیرتر میتن نظر با ما و خیلی با معاش رو میگیریم همین خیلی زندگیمون آورده استیم خیلی شگرو نخت با خودمان رزق میاره کنج این کسب از خردی به من پسند بود چون که این کسب مادرم بود و میخواستم که آموزگار شوم و در تربیت نسل نورس سهم خود را گذارم. در شهر باشد بهتر است ولی چون که پیشروی در شهر البته بسیار زیاد است و در آنجا باشد کامپیوتر با تکنولوژی معاصر تامین هستند ولی باشد در همین دیها هم آهسته آهسته می شود ما از این راه افتاده نیستیم. با من مهم نیست که در ده هست یا که این در شهر همین خب باشه که من آموزگار هستم و در تربیت این نسل نو مشغول